سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزم که تو این دوره ارزشمند شرکت کردی و بهت تبریک میگم در همین ابتدای کار و میخوام ازت که تمام ذهن و تمام تمرکز تو بذاری روی تک تک نکاتی که میخوام بهت بگم و این نکاتیه که من سالیان ازش درس یاد گرفتم و نتایجش نتایج بزرگی بوده برای من و چیزی طوری من قرار نیست به شما بگم و چیزی نیست که مثلا بگم شما یه جایی میتونید اینو پیدا بکنید. نه، همش تجربه است. یه سری تجربه هست که شما 100% باهاش احساس خویشتن‌پنداری میکنید و یک سری تجربه هست که هنوز شما بهش نرسیدید. یعنی یک سری راه ها هست که من رفتم به نتیجه رسیدم و اون راه ها منتهی میشه به یک نتایج خیلی بزرگ برای هر کسی و اون راه ها رو قرار من تو این دوره بگم. پس بنابراین نظرت میخوام تمام تمرکز تو بذاری به تمام حرفایی که میخوام بهت بزنم. توی این جلسه میخوام در مورد کاریزما باهات صحبت کنم. کاریزمای شخصیت یعنی چی؟ کاریزمای شخصیت یعنی دیدی بعضی وقتا یک سری آدما رو میبینی، با اینی که میبینی شناختی ازشون نداری ولی خیلی به دلت میشینن، خیلی تاثیرگذارن. الان اگر توجه کرده باشی من خیلی تاثیرگذار هستم، خیلی تو دل آدما میشینم. میدونی علتش چیه؟ من میخوام اینو بهت یاد بدم. اینو بهت یاد بدم که چی کار کردم که تاثیرگذار شدم. بهت یاد بدم چی کار کردم که وقتی که مخاطب من میخواد مشتریم باشه و یا فروشندم باشه 100% عاشق من بشه. اولین نکته، رو راست باش، صداقت داشته باش. هیچ چیزی بهتر از صداقت نیست. یک استراتژی هست میگه که بی‌رحم‌ترین استراتژی توی فروش صداقته. این همیشه یاد باشه که آدم حس داره و متوجه میشه که شما چجوری داری باهاش برخورد میکنی و چجوری باهاش رفتار میکنی. پس بنابراین تو نمیتونی به یک کسی بگی که من دوستت دارم ولی در باطن همچین چیزی نباشه. پس باید اون چیزی که میگی رو در حقیقت هم بهش نشون بدی. پس ازت میخوام اولین کاری که بکنی صداقت داشته باشی. صداقت در اول باید با خودت داشته باشی، یعنی باید با خودت رو راست باشی، بعد بتونی با دیگران رو راست باشی. پس خیلی مهمه که شما در برخورد با دیگران صداقت تمام داشته باشی. صداقت تمام در نوع رفتار شما، در نوع گفتار شما، در نوع عملکرد شما کاملا مشخصه. پس اولین نکته شد صداقت. دومین نکته اینی که شما 100% تمام خودتو دوست داشته باشی، یعنی عاشق خودت باشی. یعنی کسی رو من ندیدم که بتونه کسی رو عاشق خودش بکنه قبل از اینکه عاشق خودش نباشه. یه خورده پیچیده شد. من میخوام یه خورده فضای این جلسه یه خورده راحت‌تر و صمیمیت‌تر و رفیق با هم باشیم. به خاطر همین میخوام بهت بگم که عاشق خودت باش و از این چیزی که هستی بیشترین لذت رو ببر و بیشترین استفاده رو ببر. فکر نکن که مثلا الان باید یک نوع خاصی از رفتار رو به مخاطبت نشون بدی که مثلا مخاطب عاشق تو بشه. نه، در اول کار باید تو عاشق خودت باشی و بعد این عشق تو متقابلا به دیگران ابراز میکنی. نمیشه کسی که مثلا سراسر پر از خشم، پر از ناراحتیه به دیگران بخواد ابراز عشق و ابراز لطف کنه. میتونه؟ نمیشه که. پس بنابراین کاری که باید انجام بدی، کاری که من و تو باید انجام بدیم اینه که عاشق خودمون باشیم و این عشق نیازی نیست که حتما نشونش بدیم. این عشقی که ما به خودمون داریم یه ایجاد صلح برای ما میکنه و این صلح رو میتونیم به دیگران انتشار بدیم. الان شاید با خود سوال پیش بیاد که اینا چه ربطی داره به کار املاک؟ اینها بچه‌ها تک تک اینایی که دارم بهتون میگم خیلی مهمه. یعنی شما یه سری چیزایی رو فکر میکنید قانونه، فکر میکنید یه سری چیزا درسته، در صورتی که اون چیزا اصلا درست نیست. در صورتی که اون مسائل اصلا مسائلی نیست که شما فکر کنید که 100% شما اون راهو برید به نتیجه میرسید، در صورتی که راه اصلی یک راه دیگه است. راه اصلی اینی که رو خودت کار بکنی. راه اصلی اینی که بیای زمان و وقت و انرژی تو بذاری برای اینی که بتونی با خودت در صلح و آرامش باشی. پس دومین گزینه‌ای که ما اومدیم در مورد صحبت کردیم در مورد این بود که بیای
عشق به خودت بورزی و عاشق خودت باشی، هیچ کسی توی دنیا نیست که مثلا بخواد به کسی ابراز لطف کنه و خودش از درون تهی باشه. پس اولین نکته این بود که شما باید صداقت داشته باشی. دومین نکته این بود که شما باید 100% خودتو دوست داشته باشی و 100% عاشق خودت باشی. و سومین نکته که بخوام بهت بگم اینی که شما باید 100% تمام توجه و تمرکزتو تو کل زندگیت بذاری روی نکات مثبت. آدما وقتی که نگاه بکنی 100% حواس و ذهنشون روی نکات منفیه. حالا میگی این چه ربطی داره؟ ربطش به اینه که شما وقتی که ذهن و حواست روی مسائل منفی باشه، شما زمانی هم که میخوای تو کارت فعالیت داشته باشی همون جور نگاه منفی داری. مشتری خریدار نیست، مالک فروشنده نیست، مشتری نیست، ملک خوبی نیست و هزار تا نگاه منفی الی آخر داری. پس نکات مثبت خیلی مهمه که ما بیایم ذهن و توجهمون رو بذاریم روی اون. من همه اینها رو دارم انجام میدم، یعنی همه اینا رو یک زمان تمرین میکردم، الان برای من تبدیل به یک عادت شده که هر روز تمام ذهن و تمام توجهمو بذارم روی مسائلی که واقعا بهم احساس خوب میده. زمانی که شما هر توجهی بکنی متقابلا با همون توجه شما دریافت یک احساسی رو داری. دریافت یک احساس اینی که شما اون کانون توجه اگر بد باشه، اون دریافت احساس منفیه. کانون توجه اگر مثبت باشه احساست مثبته. پس تا زمانی که شما حس خوب نداشته باشی نمیتونی به مشتری خوب سرویس بدی، نمیتونی با مالک خوب صحبت کنی. پس تمام توجه و تمام تمرکز تو بذار روی نکته که میخوام بهت بگم، روی اینی که سعی کن هر روز از عمق تمام ذهن تو بذاری روی نکات مثبت. نکات مثبتی که میتونه حس تو خوب بکنه. نکات مثبت برای تو و من چیه؟ اینی که یه کار داریم، اینی که یه شغل داریم، اینی که توی یک صنعتی داریم فعالیت میکنیم که خیلی توش پول هست، توی یک صنعتی داریم کار میکنیم که واقعاً بی‌نظیره، جزء 4 صنعت پولساز تو کل دنیاه. پس بنابراین ما باید قدر این کاری که انجام میدیم و بدونیم و اینی که داریم توی یک محیط کاری فعالیت میکنیم که پتانسیل رشد و ارتقای ما رو داره. پس همه اینا نکاتی که ما میتونیم ازش نکته برداری بکنیم و احساسمون رو خوب بکنیم. ولی متقابلا میتونیم بگیم که این چه کاری من دارم، بازار نیست، اوضاع خرابه، شرایط خوبی نیست. همه این دیالوگ ها باعث میشه که یک سری احساسات در ما شکل بگیره. وقتی که شما تمام ذهن و تمام تمرکزتو بذاری روی اینی که چقدر احساس خوب میتونه کار من رو از این شکلی که الان هست بی نهایت تغییر بده، اونجا متوجه میشی که این یکی از وظایف هر روز توئه که سعی کنی به نکات مثبت توجه کنی. وقتی که تو به نکته مثبت توجه بکنی و اینو تبدیل به عادت بکنی، خب زمانی که داری میری ملک و کارشناسی بکنی همیشه ذهنت رو روی میذاری که یک نکته خوب پیدا بکنی که اینو بیای به سازنده و مالکش بگی. همیشه میای ذهنت رو میذاری روی اینی که بیای و مشتری که میاد بهش سرویس میدی یه نکته مثبتی توش پیدا کنی. میخواد نوع لباس پوشیدنش باشه، میخواد نوع ماشینش باشه، میخواد نوع رفتارش باشه، هر اون چیزی که باعث میشه که تو احساست خوب باشه. من خودم به شخصه یعنی کاری که انجام میدم، حالا خیلی هم برام جالبه، اینی که هر وقت که میرم سرویس نگاه میکنم تو ماشین مشتری ببینم چی پیدا بکنم که بهم احساس خوبی بده. چون به خاطری که من خودم یه آدم ماشین بازی هستم و همیشه نگاه میکنم اگر سیستم خوبی داشته باشه میگم دمت گرم با سیستمت. اگر لباسش، اگر دیدم نکته مثبتی تو ماشینش پیدا نمیکنم که طبیعتا همه نکته مثبت دارن، ولی اگر نباشه میگردم دنبال اینی که ببینم نوع لباسش چیه، نوع صحبت کردنش چیه، آقا نوع تیپش چیه. میام در مورد همون باهاش صحبت میکنم و میگم که تیپت خیلی خوبه، لباس پوشیدنت خیلی خوبه و در کل من از
شما یه حس خیلی خوب گرفتم. و یه تیکه کلامی هم که من دارم همیشه به افراد میگم دوست دارم. این گفتن دوست دارم واقعا الکی نیست. یعنی من اون ابراز لطفی که وقتی میکنم به افراد میگم دوست دارم، اون حس دوست داشتن و قشنگ توی طرف میبینم، اون ذوق و شوقی که تو چشماش داره حلقه میزنه رو من میبینم و همون رو دوباره خودم دریافت میکنم. پس خیلی مهمه که ما ذهن و تمام توجه و تمام تمرکزمون رو بذاریم روی نکات مثبتی که افرادی که باهاشون سر و کار داریم تو کارمون هستن داشته باشیم. یک وظیفه است که شما و من باید انجام بدیم. وظیفه ما هم این هستش که تمام ذهن و تمام حواسمون رو بذاریم روی نکات مثبت افرادی که باهاشون سر و کار داریم. مشتری ما میاد پیش ما بهش میخوایم سرویس بدیم. چجوری بهش سرویس میدیم؟ نوع سرویس دادنمون اینه: بپیچ به چپ، بپیچ به راست، این پلاک پیاده شد، طبقه 4 تموم. این اشتباهه. شما اگر واقعا استراتژی فروش رو بلد باشی، باید بدونی که وقتی که میخوای یه جنسی رو بفروشی، باید در اول کار ایجاد ارتباط بکنی، یعنی تعامل داشته باشی. برای که بخوای تعامل داشته باشی باید ارتباط بزنی. ارتباط زدن یعنی چی؟ یعنی که با طرف سعی کنی یه چیز مشابهی پیدا بکنی و در مورد اون باهاش صحبت کنی. سعی کنی زمانی که میرین سرویس، زمانی که با مشتریتون دارین وقت میگذرونین، این تعامل رو خودتون ایجاد بکنی. این تعامل میتونه در مورد این باشه که شما هم مثل من همچین ساعتی رو دستت کردی، شما هم مثل من همچین تیکه کلامی رو داری. بذارید یک داستان براتون تعریف کنم. داستانش این شکلیه که یک فردی رفت یک فروشگاه و میخواست یک لباسی رو بخره، اما قبل از اینکه بخواد اون لباس رو بخره نیاز داشت که یک جایی، یک قلم و یک خودکاری داشته باشه که یک یادداشتی رو که تو ذهنش بود و اونجا بنویسه. و بعد این فروشنده بهش گفتش که اگر کاغذ و قلم میخواین من دارم بهتون میدم. و زمانی که اون خریدار داشت این یادداشت رو مینوشت، با دست چپش نوشت و فروشنده که از اول حواسش به این قضیه بود گفت به طرف، به خریدار گفتش که شما مثل من مثل که دست چپین، و اونم گفت حالا من دست چپم، و کلی در مورد فواید دست چپ بودن صحبت کرد. این خیلی مهمه. این خیلی مهمه. نه اینی که مثلا ما وقتی که یکی رو میبینیم شما هم مثل منی، ما بدبختیم، ما بیچاره‌ایم. گفتم احساس منفی ممنوع. شما باید تمام ذهن و توجه طرف رو بذاری روی که حسش رو خوب بکنیم. ما میخوایم کاری بکنیم که کاریزما داشته باشیم، ما میخوایم کاری بکنیم که افراد عاشق ما باشن، نه اینی که کاری بکنیم که افراد حس بد پیدا بکنن. و زمانی که یک فرد عاشق یک نفر میشه در احساس خوبه، نه در احساس منفی. خواهش میکنم به این نکته توجه کن. و وقتی که بریم سر اصل داستانمون، و وقتی که اون خریدار که به فروشگاه مراجعه کرده بود که از اون فروشنده کاغذ و قلم گرفت و فروشنده بهش گفت که شما هم دست چپی و اون گفت آره، و کلی فروشنده واسش از فواید دست چپ بودن صحبت کرد، خریدار یه حس خوبی بهش دست داد. خریدار به اون فرد یک حس رفاقت و یک حس دوستی پیدا کرده بود، یعنی حس کرده بود. بنابراین از اون فرد به جای یک دست لباس خریدن چند دست لباس خرید. این یه نکته‌ای که شما میتونی خیلی ازش استفاده بکنی. این یه نکته‌ای که شما میتونی توی کسب و کار، توی بیزینسی که الان ما هستیم، یعنی کار املاک، ازش استفاده بکنی. و زمانی که با مشتری داری زمان میگذرونی، سعی کن یک احساس رفاقت ایجاد بکنی. این خیلی مهمه. این خیلی مهمه. میخوام در موردش بیشتر باهاتون صحبت کنم. من توی یک قراری، یعنی قرار سرویسی که داشتم با یک مشتری اومد و ما در حینی که داشتیم میرفتیم برای سرویس دادن به این مشتریمون که ملکی بود یادمه، من شروع کردم به صحبت کردن باهاش، یعنی ایجاد ارتباط. گفتم که چه ماشین خوبی دارین شما و من یکی از علایق ماشین شماست. و طرفم برگشت نگاه ما کرد و گفتش که جدی؟
گفتم آره باور کن. اصلا در مورد ملک صحبت نکردم یعنی اینا همش این نیست که بخوای مصنوعی عمل کنی، باید حقیقی باشه. خب پس من اون چیزی که حقیقت بود عنوان کردم. واقعا من ماشینش رو دوست داشتم و ماشینش هم اکسی کراس بود و بهش گفتم که البته او زمان گفتم که این ماشین رو من خیلی دوست دارم و خوشم میاد ازش و اونم گفت آره منم از سبکش، از نوع تیپی که این ماشین داره خیلی خوشم میاد. و دیگه صحبت ما همینجوری شکل گرفت تا ما رسیدیم به ملک، یعنی رسیدیم به واحد که من بعد اون واحد رو بهش بازدید میدادم. یادمه که انقدر صحبت کردیم خب که اصلا فراموش کردیم که داریم میریم چی کار بکنیم و بعد وقتی رسیدیم پای واحد، رسیدیم جای لوکیشن فایل، اونجا بهم گفتش که راستی در مورد فایل اصلا توضیح ندادی چی بود ملکه. و کاری ندارم که بعدش چه اتفاقاتی افتاد و چقدر ما با هم دیگه رفیق شدیم و چه کارهایی که تونستیم با هم انجام بدیم. اما نکتهش این بود برای من که چقدر آدما میان به افرادی اطمینان میکنن که اون افراد بهشون احساس خوب بده. دوباره این نکته رو تکرار میکنم، این جمله خیلی جمله طلایی ها. افراد میان به آدم‌های اطمینان میکنن که اون آدم‌ها بهشون احساس خوب تزریق کنن. نگاه تو همیشه اگر توجه کنی، وقتی اگر یک لباسی، یک محصول رو خریداری بکنی، خب میری پیش 2 نفر، یکی از اون 2 نفر میگه که این چیه خریدی؟ از این آشغال‌تر نبود بخری؟ یا من کسی رو سراغ دارم که از این خیلی بهترش رو میفروشه و با چه قیمت پایین تری. همیشه بیورزه، همیشه سرت کلا میره. این شد آدم اول. آدم بعدی یعنی گزینه دوم، نفر دوم، واکنشش این شکلیه: چه لباس خوبی خریدی، واقعا به تبریک میگم، واقعا سلیقت خیلی سلیقه خوبیه. میشه بگی از کجا خریدی؟ حالا شما این 2 واکنش ها رو داشته باش. خب حالا سری دوم میری خرید میکنی. به نظر تو اگر بخوای این دفعه اون خرید تو به یکی از این 2 تا نشون بدی، به کدوم از اون یکی نشون میدی؟ به اونی که تخریبت کرد یا به اونی که تشویقت کرد؟ یعنی میخوام بهت بگم که اینا خیلی مهمه ها. سعی کنید همیشه، سعی چی اصلا، شما باید این کارو بکنید اگر میخواین تو این کار موفق باشین. یعنی من همه اینهایی که بهت گفتم یه بخشه، این بخش خیلی مهمتره. برای همین میخوام خیلی در موردش باهات صحبت کنم، چون تمام کاریزمایی که ما میتونیم داشته باشیم تو کارمون که مشتری با ما حال کنه، مشتری با ما عیاق بشه، مشتری با ما شفیق بشه و بخواد از ما 100% ملکو بخره و واحدشو از ما بخره و تصمیم نهاییشو پیش ما قطعی بکنه، باید ما 100% توجه مثبت داشته باشیم. 100% باید این توجه مثبت توجه واقعی باشه و 100% زمانی که داریم اینو ابرازش میکنیم یه ابراز درست باشه و زمانی که داریم ابرازش میکنیم یک اکتی داشته باشیم. یعنی اکت یعنی نوع رفتاریمون، نوع حالت صورتمون، نوع حرکاتمون جوری باشه که این حس رو بتونیم انتقال بدیم. یعنی اینجوری نباشه که بگم آی فلانی چقدر شما لباست قشنگه، آی فلانی چقدر این ماشین قشنگه، آی نوعی چقدر این گوشیتون گوشی خوشگله، آی فلانی چقدر شما خوب صحبت میکنید. این فایده ای نداره. شما باید سعی کنید اون حس رو انتقال بدی. زمانی که شما یک احساس خوشحالی داره، اون حسه چجوریه؟ همون حس، نمیخوام بگم به مقدار بالا، در مقدار متوسط شما باید همونو بیای انتقالش بدی و این انتقال دادن باید با ابراز احساسات باشه. ابراز احساساتی که واقعا شما داری یک کاری رو انجام میدی، یک کار خیلی خوبی رو انجام میدی، کاری که باعث میشه که تو شغلت پیشرفت بکنی، کاری داری انجام میدی که باعث میشه که یه آدم احساس خوبی پیدا بکنه و کاری رو انجام میدی که واقعا آینده مال تو تضمین میکنی. پس بنابراین نمیگم اینو سعی کن توش خوب بشی، میگم این وظیفته و هر روز باید انقدر این کار رو
انجام بدی که تبدیل به عادتت بشه. سعی کن این ذهنیت منفی که داری از تمام اتفاقاتی که در طی روز وسط میفته رو بذاری کنار. نگاه رفیق من، میخوام این چیزی رو همین الان بهت بگم و اتمام حجت باد بکنم. من یک دوره خیلی منفی گرا بودم، یک دوره خیلی منفی به همه چی نگاه میکردم. داشتم میگفتم من یک دوره بود خیلی منفی گرا بودم و خیلی به مسائل به دید منفی نگاه میکردم و این دید منفی من باعث شد که خیلی ضربه بخورم و باعث شد که تمام مسائل منفی رو توی زندگیم خلق کنم. نمیدونم چقدر شما باور داری به این قضیه که تمام این ذهن ما، تمام این فکر ما داره زندگی ما رو خلق میکنه. پس ذهن تو باید تنظیم بکنی. یعنی چی؟ یعنی که هر میزان فکری خب یک میزان عدد از خودش فرکانس ارسال میکنه و او فرکانس به سمت ما برمیگرده. دیدی اتفاق افتاده که مثلا گفتی که من به این فکر کردم و اتفاق افتاده، داشتم بهت فکر میکردم، زنگ زدی، این غذا رو درست کردی، من زور داشتم بهش فکر میکردم یا صبح داشتم بهش فکر میکردم. پس این باید یه خود ما رو به فکر فرو ببره. چجوریه که آدمایی میگن همیشه، ببخشین، آدمای خیلی خوششانسی هن، یه سری آدما همیشه بدشانسن. نباید یه خورده ما به توجه بکنیم شاید اونها ذهنیت و تفکر و کانون ذهنشون روی فقط مسائل منفیه که دارن مسائل منفی رو توی زندگیشون خلق میکنن و یک سری آدما تمام ذهن و تمام تمرکزشون روی مسائل مثبت و مسائل مثبت رو به وجود میارن. تو کاری که ما هستیم مدام داریم یک سر دیالوگ رد و بدل میکنیم، مدام با همکار، با مخاطب، با ارباب رجوع، با هر کسی که هست. اما حواسمون نیست که تمام این دیالوگ های ما تبدیل به واقعیت ما میشه و از اون جایی هم که ما 90% دیالوگامون همه منفیه، تمام ذهن ما میره به سمت مسائل منفی و از اون ورم وقتی که ما داریم توجه منفی میکنیم به تمام اتفاقات و به تمام زوایای زندگی، 100% نوع و شکل و بو و مزه زندگی و کسب و کار ما همش منفی میشه. قرارداد نداریم، درآمد نداریم، مشتری میاد مشتری نمیشه، خریدار میاد در لحظه آخر قرارداد رو کنسل میکنه، بعد میگیم که بازار خرابه، بعد میگیم که شرایط خوبی نیست، بعد در آخر دل زده میشیم و در آخر از این کار میریم بیرون، یا اگرم توی این کار باشیم میریم به راههای اشتباه و به راههای فرعی. پس این خیلی مهمه که ببینی داری به چی فکر میکنی توی لحظه و باور بکنی هر فکر، هر ذهنیت داره تمام اتفاقات 100% زندگی شما رو رقم میزنه. الان میگی اینها مسائلی که شاید باور نداشته باشم یا شاید خیلی شنیده باشم. مهم شنیدن و باور کردنی نیست، مهم اینی که تو بیای دقت بکنی که چقدر این حرفایی که من دارم میزنم درسته. بچه من نوع سبک آموزش و نوع سبک صحبت کردنم سعی میکنم جوری باشه که جوری نباشه که مخاطب پسند باشه، چون 90% آدم ها روی کره زمین راهی که دارن میرن راه 100% اشتباهیه. برای همین نگاه میکنی همه مثل همن دارن نتایج میگیرن. من میخوام شکلی رو شما فکر کنید که اون 10% آدمای پولدار و موفق فکر کردن، چون خودم مدام و تمام زمان دارم ذهنم و این شکلی شکل میدم و اگر بخوام بهت بگم من نزدیک به الان 8 سال شده که دارم این شکلی فکر میکنم و توی این 8 سال معجزات دیدم توی زندگی. پس از تو هم میخوام این شکلی فکر کنی. اگر میخوای تو کار املاک موفق باشی، اگر میخوای که کاریزما داشته باشی، اگر میخوای که همه وقتی تو رو میبینن اینجوری انگوش به دهن بمونن، میفهمی منظورمو؟ کاریزما داشتن یعنی این، کاریزما داشتن یعنی غنی بودن که اتفاق میفته زمانی که خودتو دوست داشته باشی، زمانی که
عاشق خودت باشی. چرا ما نمیتونیم با خودمون چند کلمه دوست دارم رو بگیم؟ چرا نمیتونیم مثلا صبح زمانی که داریم میریم سر کار یا تایمایی که داریم میریم کارشناسی، او تایمایی که با خودمون تو خلوت هستیم، یه خورده با خودمون حرف بزنیم، بگیم تاها دوست دارم، تاها من به خودم دارم میگم این حرفا رو که همیشه میزنم، میگم تا واقعا دمت گرم، تا واقعا ذهن خلاقی داری، تا واقعا ذهن پولسازی داری، تا واقعا اون معامله رو خوب تونستی جوش بدی، تا واقعا خوب تونستی کارشناسی بری، تا واقعا خوب با طرف صحبت کردی، دیدی طرف چقدر باهات حال کرد، دیدی چقدر میتونی افراد و مجذوب خودت بکنی و چقدر آدما بهت احترام میذارن و چقدر تو آدم دوست داشتنی هستی. خب این دیالوگا باعث شده که من یک رفتار و یک باوری تو ایجاد بشه که 100% این شکلی هستم که در عمل و در رفتارم دارم بهش عمل میکنم. نه اینی که مثلا من بشینم و اینا رو بگم و هیچ حرکتی نکنم، در صورتی که من تمامی حرکات رو میکنم. یعنی واقعا با افراد نوعی صحبت میکنم که واقعا بهترین نوع کلماتم باشه. من همیشه گفتم وقتی که میخوای با هر کسی صحبت کنی، سعی کن بهترین کلماتی که توی این ذهنت رو بریزی بیرون و بهش نثار بکنی، هر کلماتی که هست. پس اینجا یه نکته میخوام برات باز کنم. اگر ما تو کار املاک آدمای مؤدب و آدمای با فرهنگی نباشیم، 100% آدمهایی که به سمت ما میان آدمهای بی فرهنگی هستن، آدمهای بی ادبی هستن و آدم بی فرهنگ و آدم بی ادب هیچ وقت و هیچ زمان برای کار تو ارزشی قائل نمیشه دوست من. پس سعی کن تمام این ذهن و تمام این فکر و تمام این نوع سبک صحبت کردنت رو ببری به سمتی که با احترام حرف بزنی، با ادب حرف بزنی. سعی کن اگر لغاتی رو تو ذهنت داری که همش منفیه، لغاتی که همش بیادبیه، سعی کن بریزی بیرون، روز به روز کمترش بکنی. و اگر تو این شکلی رفتار بکنی، این لغاتی که باعث میشه که افراد مجذوب تو بشن بیشتر میاد توی ذهن تو، بیشتر توی گفتار تو نقش میبنده. و زمانی که داری با تلفن صحبت میکنی، داری دیالوگ رد و بدل میکنی با مالک، خوب باهاش صحبت میکنی. من هر زمان با یک نفر صحبت کردم دیدم طرف اینجوریه، باور میکنی؟ اصلا حقیقتش همینه. میدونی چرا؟ چون انقدر خوب باهاش صحبت میکنم، انقدر به وقت گوش میکنم، به وقت حرف میزنم که طرف این رو قشنگ توی من حس میکنه. بچه یه نکته، من اینا رو که دارم بهتون میگم، خب اینا نکاتیه که من اینا رو همه رو تجربه کردم و هی دارم فلش بک میزنم، هی دارم سرچ میزنم تو ذهنم که ها این نکته هم هست، این نکته هم هست. نکات خیلی زیاده، چون نمیخواستم بیارم روی کاغذ محدود بشین شما، وگرنه که من اینا رو بلدم. خب ولی میخوام اون چیزی که الان حس دارم، اون چیزی که الان میدونم واقعا برای شما مفیده رو الان بهتون بگم. پس اگر یه خورده اینها جا به جا میشه و نمیدونم پس و پیش داره، مهم نیست. مهمیه که شما کلی مفاهیم رو درک بکنی و تو کارت پیاده بکنی، چون این جلسه ما در برگیرنده تمام این مفاهیمه. یعنی کاریزما داشتن. شما بخوای کاریزما داشته باشی باید خوب صحبت بکنی، باید عاشق خودت باشی، باید نکات مثبت رو ببینی و اون رو ابراز بکنی. و خیلی هنوز اتفاقات دیگه هست که انشالله میگیم جلو و اینا رو یکی یکی پیش میبریم. و در ضمن میستم بهتون بگم، من میخوام که یه پرسش و پاسخ هم براتون بذارم که در آخر همین دوره انشالله اتفاق میفته که شما هر جای هر ابهامی داشتین رو بپرسین و من بهتون یک تایمی رو اختصاص بدم و اونم یه فایلی بکنم برای بچه‌هایی که تو دوره بودن توضیح بدم و به سوالاتشون جواب بدم. ما تا اینجا ما فهمیدیم که برای اینی که بخوایم خوب جذابیت داشته باشیم و کاریزمای فوق‌العاده‌ای داشته باشیم، باید این مرکز هدایتمون رو درست بکنیم. یعنی باید ذهنتو درست بکنی. یعنی این چیزایی که شنیدی، نگاه من میخوام باید خیلی راحت صحبت کنم. خب خیلی تکنیکا هست، خب خیلی تکنیک هست، ولی من هیچ وقت در گروه و در
محدودیت تکنیک خودم رو نمیام تعریف کنم. شاید یک سری مسائل من بیام مثلا لحاظ جملات بگم تکنیک فروش املاک، تکنیک فلان، من این کلمات رو به صورت عامیانه میگم وگرنه اینا همه تجربه است. خب ولی میخوام تو این دوره با شما خیلی راحت صحبت کنم. میخوام بهت بگم که هیچ چیز بچه جای باور رو نمیگیره و باور خیلی مهمه. یعنی دیدی یه سری آدم ها وقتی که باهات صحبت میکنن چقدر تأثیر بسیار بالایی روی تو میذارن؟ به خاطر اینی که اونا خیلی آدمایی هستن که باور عمیقی به خودشون دارن. میخوام این قسمت رو در مورد باور باهاتون صحبت کنم. خب قسمت قبلی یه خورده در موردش یه کوچولو اشاره کردم، ولی میخوام اینجا قشنگ در مورد باور باهاتون صحبت کنم. باور چیزی نیست جز اینی که تو به خودت و به اون موضوعی که میخوای توش باور داشته باشی ایمان داشته باشی. یعنی اینکه کاریزما اگر میخوای داشته باشی باید باور کنی که آدم جذابی هستی. حالا این باور جذاب بودن چجوری در تو ایجاد میشه؟ اینی که واقعا مدام ذهن تو ببری به سمت اینی که چه چیز جذابی داری. من برای خودم مثلا مثال میزنم، من مثالش خودمم، اینجوری بگم راحت ترم. جملات بعضی وقتا پیچیده میشه که اصلا نمیفهمم دارم چی میگم. بعضی وقتا بچه ها میگن آقای صادقی شما بعضی وقتا جملات پیچیده میشه. باور کنی من نمیخوام پیچیده حرف بزنم، باور کنی نمیخوام بگم من فلانم و اون چنینم و این چنینم، ولی خب بعضی وقتا پیچیده میشه دیگه، دست منم نیست. به خاطر همین صحبتی که باهاتون کردم، اون کلمات و همون ادبیات و اینا انقدر تو ذهنم هست. بعضی وقتا کلمات من خودم میفهمم ها، اون مخاطب من یه خورده درکش براش سخت میشه، چون اون چیزی که من تو ذهنم هست و میخوام بهش بگم و میفهمم دارم چی میگم ولی اون متوجه نیست. و این هم گفتم که بدونید من قضیه رو میخوام راحت براتون توضیح بدم. داشتیم در مورد باور میگفتیم و در مورد اینی که هر اون چیزی که در ذهن ما باشه اتفاق میفته. باور یعنی اینی که واقعا تو به اون چیزی که میخوای بهش برسی ایمان 100% داشته باشی و جدا از اون نباشی. یعنی چی جدا از اون نباشی؟ یعنی فرضاً من باور دارم که، مثال خودم رو داشتم میگفتم، من باور دارم که تون صدای خیلی جذاب و تاثیرگذاری دارم و باور دارم چهره من یک چهره‌ای که بسیار دوست داشتنیه. خب و اینو ازش نتیجه گرفتم ها، نه که مثلا بگم من الان دارم اینو میگم برای شما، نه واقعا ازش نتیجه گرفتم. اوایلش من آدمی بودم که خیلی خجالتی بودم، آدمی بودم که به شدت تون صدای ضعیفی داشتم، آدمی بودم به شدت از چهره خودم خجالت میکشیدم، فکر می‌کردم آدم زشتیم. اما بعدها باور کردم که برخلاف این چیزی که من فکر میکنم هستم. هم تون صدای خوبی دارم که من یک دوره حتی مشغول به تولید کتاب صوتی شدم، حتی چهره خوبی دارم که حتی یک دوره برای بحث حالا مدل و از اینجور صحبت ها واقعا خودم رو دوست دارم و این دوست داشتن یک غرور نیست، یه عشق به خودمه. من دارم هی مسائل رو بچه ها نگاه کنید، من دارم مسائل هی دارم در قالب مثال خودم تکرار میکنم که شما منظور منو قشنگ بفهمید. خب به خاطر که میخوام کاریزما داشته باشین. پس باور یعنی این، باور این بود که من میخواستم این تون صدایی که از اینجا میاد و خیلی قبولش داشته باشم. مثلا من میگفتم تون صدام خوبه ولی در عمل میگفتم برو بابا صدا چیه. مثلا من اولین باری که صدامو ضبط کردم و صدامو گوش کردم واقعا خجالت کشیدم از تون صدام، اما کم 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 که رفتم جلو دیدم نه تون صدام خیلی خوبه. بعد که هرچی رفتم جلو دیدم یک استعداد خدایی در درون من که اینقدر تون صدای خوبی دارم. پس بعد از اون قضیه این اتفاق افتاد که من صدای خیلی خوبی دارم و الان اصلا کسی بهم بگه صدات خیلی زشته میگم نظر شماست، چون من خودم باور کردم. حالا تو هم میخوام همچی باوری در خودت ایجاد کنی. باوری که میخوام در خودت ایجاد کنی این شکلیه که آقا من نوعی فرزند خیلی آدم تاثیرگذاریم
من آدمیم که خیلی میتونم آدم‌هایی که میان به سمتم میخواد خریدار باشه، میخواد فروشنده باشه، خیلی تحت تاثیر من قرار میگیرن. چرا؟ چون به خاطری که واقعا تاثیرگذارم، چون به خاطری که خوب حرف میزنم، به خاطری که دایره لغات من خیلی دایره لغات زیبایی هستن و ذهن و تمام تمرکز من روی اینی که آدم‌ها نکات مثبتی دارن و من اون نکات مثبت رو میبینم و بهشون اونو اشاره میکنم و بهشون میگم بابا تو همچین نکته مثبتی داری و این سبک میشه یه باور. نگاه کن تکنیک که بخوای مثلا بگی من این نوع لباس رو بپوشم، من این کار رو بکنم، من این تیپ رو بزنم، یا نمیدونم طرف بر ریش داشته باشه، نه اصلا هم چیزی نیست. من اگر فرضاً ریش دارم به خاطر کارم نیست، اصلا باور کن اصلا به خاطر کارم نیست. من اگر ریش دارم چون خیلی به ریش علاقه دارم، بخوام راحت بهت بگم. اما این شکلی نیست که بگم مثلا من این کار رو دارم میکنم به خاطر کارم. من هیچ کاری رو به خاطر کارم نمی کنم جز کنترل ذهنم. یعنی اگر میخوای تو کارت موفق باشی، تو شغل املاک موفق باشی، ذهنتو کنترل کن. خواهش میکنم این خیلی مهمه که ذهنتو کنترل کنی ها. نه اینی که مثلا فکر کنی برم آگهی بزنم، برم نمیدونم فایل فکر بزنم، برم نمیدونم مشتریم رو 3 تا فایل این شکلی بهش نشون میدم، اونجوری بهش نشون میدم. بارها دیدی اتفاق افتاده که یکی خودشو به این در و اون در زده و نتیجه‌ای نگرفته و به قول گفتنی کفش باری کرده، ولی دیدی بارها اتفاق افتاده که یک آدم چقدر راحت موفق شده تو کار املاک. من یه نمونهش، من خودم بارها اتفاق افتاده که مشتری رو نبردم سرویس، باورت میشه؟ مشتری رو یعنی موقع سرویس من همراهش نبودم، به قول گفتنی پستش کردم، اما علمشو داشتم و آگاهیشو داشتم که این مشتری وفادار به منه. خب که ما یکی از قسمت اصلی کار ما اینی که به مشتریمون سرویس بدیم. من اون سرویس رو بهش ندادم و جالب اینجاست که من زمانی که میخواستم با مشتریم سرویس بدم، من توی تفریح بودم، روز جمعه بود، خب ما رفته بودیم با مشتریم، زنگ زد که آقا من میخوام برم سرویس، چیکار کنم؟ گفتم شما این پلاگ، این آدرس قبلا که ما هم رفتیم، الان برو شما نگاه کن، من از اون ور هماهنگ میکنم. و البته من سرویس که بهش دادم سرویس مجدد بود. خب سرویس اول خودم بودم، سرویس دوم میخواست با خانواده‌اش بره که اونم من پستش کردم و با مالک هم هماهنگ کردم. گفتم ایشون میاد بهش بازدید بدین، لازما مورد تاییده، کار نداریم. که اون جمعه گذشت و ما شنبه قرارش رو گذاشتیم و فروش رو انجام دادیم. میخوام بهت اینو بگم، خب من نه اونجا بودم، نه تیپی داشتم، نه حالتی داشتم، نه کفشی پاره کردم، نه هیچ کار. و باورم کن روز 5 شنبه که من اینو بردم تک سرویس شد، چون من سرویس مجدد که خودم نبودم که، من تو تک سرویس اینو گلش کردم. این نه خیلی مشتری دیگه هم اتفاق افتاده، یعنی بوده که من نبودم و مشتریم اومده گفته من این ملک رو پسند کردم، یا تماس گرفته گفته آقا من این ملک رو پسند کردم، اگر امکان داره قرارشو برای من بذارید. خب اینجا ما چه نتیجه میگیریم؟ جز اینی که من باور کردم که خیلی آدم ها به وفادار هستن، خیلی توی این کار موفق هستم، خیلی آدم صادقی هستم و خیلی این قضیه رو اعتقاد دارم هر بذر رو بکاری همون بذر رو برداشت میکنی. 100 تا تکنیک بلد داشت، 100 چی داره نمیچرخه بعضی وقت، چرا 100 تا تکنیک بلد باش، 100 تا مهارت بلد باش، خب اما اگر صداقت تو کارت نباشه دوست من، خب این دنیا گرده. این چیزی که اینجا بکاری اینجا، خب دوباره برمیگرده میاد سر نقطش. یعنی چی؟ یعنی تو هر چیزی که اینجا بکاری برمیگرده میاد به خودت برمیگرده. پس اینو داشته باش که صداقت باید تو کارت داشته باشی، همون باوری که من دارم، من تو کارم صادقم. بنابراین آدمایی که به تیپ و پست من میخورن آدمای 100% رو راستین و از اونجا که آدمیم که باور دارم، آدمیم که آدم با فرهنگ و آدم با ادبی هستم، آدم‌هایی هم که باز میان سر راه من
برای بحث کاری آدم‌های بسیار با ادبی هستن و از اون جایی هم که من خودم رو خیلی دوست دارم و عاشق خودم هستم و با خودم در صلح هستم، آدم‌هایی که میان پیش من خیلی آدم‌های آرومی هستن، خیلی آدم‌های افتاده هستن، خیلی آدم‌های محترم و متینی هستن. یعنی اینو خیلی از دوستان و همکارا بهم گفتن مشتری تو اصلا یه جنس دیگه ای دارن. خب اینا غیر از این بودی که من همه اینا رو توی خودم ایجاد کردم و باور کردم و در دنیای بیرونم اتفاق افتاده واسه من. پس اینی که من الان بخوام به شما بگم یه تکنیک بهت بگم که مثلا لباس یقه دار تنت کن، کت شلوار فلان بزن، چرا اونها خوبه، بی تأثیر نیست، ولی من از 100% موفقیت بخوام درصدی به اونا بدم 1 نهایت 10. اما نمیخوام بگم که مثلا تیشرت تا اینجا تنت کن، اینجا هم تتو بزن، نمیدونم اینجا هم یه گوشواره بنداز و موها رو عجق وجق بزن و ریش فلان و برو بازدید. نه اینجوری هم نه به اون شوری نه به این بی‌نمکی. ما هم چیزی رو نمیخوایم به شما بگیم. ما یعنی من میخوام به شما بگم که تمام اتفاقات ما چیزی نیست جز باور ما. هر اون چیزی که شما بتونی باور کنی 100% به دستش میاری. چرا فکر میکنید آدمایی که مثلا خیلی تکنیک بلدن، خیلی مهارت بلدن، دیگه اند همه چیز هستن؟ من 2 مثال براتون میزنم، خب خودتون انتخاب کنیم. یه آدمی هست 100 میلیارد سرمایه داره، نه عددش گندستی خود قابل فهم نیست، 10 میلیارد سرمایه داره. خب یه آدم هست 10 میلیارد سرمایه داره، یه آدم دیگه هم هست این همون 10 میلیارد سرمایه داره. حالا اون یکی که اولی که گفتم 10 میلیارد سرمایه داره میاد چیکار میکنه؟ میاد یک بیزینسی، در ضمن داستانی که دارم میگم داستان واقعی ها. یه آدمی، اون آدم اولیه میاد یه بیزینسی راه میندازه و تو اون بیزینس میاد کاری که میکنه اینه که تمام اون 10 میلیارد رو به بیزینس تزریق میکنه و تهشو میخوام بهت بگم به این خط میشه که وقتی میبینیش همیشه میگه من مشغله دارم، همیشه میگه من کار دارم، همیشه میگه سرم شلوغه و از اینی که سر شلوغه و از اینی که چند نفر براش کار میکنن تهش رو بگم برات، از اینی که دیگران دارن میبینن که این اینجوری داره کار میکنه، این کیف میکنه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که درآمد آنچنانی نداره، نتیجهش اینه که به نسبت سرمایه که تزریق کرده انقدر بازدهی نداره. این گزینه اول شد. گزینه دوم آدمیه که اصلاً براش آدمی که اصلاً براش دیگران مهم نیستن و مطرح نیستن و میاد کل اون سرمایه‌ای که مثل نفر قبلی داشت 10 میلیارد رو میاد تزریق میکنه تو کسب و کارهایی که پتانسیل درآمدزایی خوبی دارن، ملک و مستقلات و هر چیزی که هست. و این آدم یک سره در مسافرته، همیشه وقتش آزاده، چون کاریش جوری نیست که مثلا درگیری براش ایجاد کنه. سرمایه‌شو درگیر حالا مثلا ملک و مستقلات کرده و این ملک و مستقلات براش یک مستقلاتی شده که هر ماه یه مستمری میاد توی حسابش و جدا از اینی که سرمایه‌ش هم داره رشد میکنه. من این 2 آدم رو دیدم و این 2 آدم 2 دیدگاه متفاوت داشتن و ازش من درس گرفتم. حالا میگی چرا توی باور داره؟ یعنی میخوام بهت بگم که وقتی که آدمی که بیاد خب روی ذهنش سرمایه گذاری بکنه، همون آدم دومیه میشه. میاد میشه آدمی که تمام سرمایه و تمام فکرش رو میذاره روی اینی که چقدر رشد بکنم، چقدر درآمد کسب بکنم، آقا چقدر تای کاسه واسه من میندازه. ولی آدم دومی میاد چی کار میکنه؟ میاد رو تکنیکا کار میکنه، رو بادی لنگویج کار میکنه. نگاه من الان دارم با شما صحبت میکنم، خودتون دارین میبینین چقدر راحتم، چون اطمینان دارم و باور دارم به حرفام، چون نتیجه گرفتم. بابا تش اینه، من 8 سال ممارست کشیدم، ممارست نه اینجوری جملهشو نگم بهتره، من 8 سال این تمرینات رو انجام دادم و این تمرینات توی هر بیزینسی جواب داده، توی هر کاری جواب میده و تو کار املاک
مخصوصا که اینقدر اعدادش سنگینه، اینقدر خوب میشه ازش درآمد کسب کرد، خیلی خوب جواب میده. من یادمه 6 ماه اول کاریم بود، یک قراردادی بود که مثلا اونجا توی 6 ماه اولی کاری مثلا اون روز 100 میلیون اوور بود. اوور یعنی شیرینی. خب این بر چی اتفاق میفته؟ جز اینه که مثلا من اون باورا رو از قبل داشتم و وقتی که اومدم توی این کار اون زمین حاصل خیزه بود واسم، گرفتی منظورم؟ و اون بذره که تو ذهنم بود اونجا کاشتم و از این زمین حاصل خیز کشیدمش بیرون. یه خورده بهش فکر کن که بابا همه ایناها که باعث میشه تو شغل املاک موفق بشی، همه ایناها راهکارهایی مثلا نمیدونم لباس یقه دار تنت کن، کروبات بزن، کت شلوار تنت کن. نگاه کن، من به آراستگی بیش از حد اعتقاد دارم. یعنی من بی نهایت اطمینان دارم که آراسته باید آدم باشه. آدم باید همیشه بهترین لباس رو بپوشه، بهترین تیپ رو بزنه، بهترین نوع از خودش رو ارائه بده، ولی ارائه‌ای که خودش دوست داشته باشه، نه ارائه‌ای که بخواد دیگران رو جذب خودش بکنه. آدم باید، من میخوام تهش آقا اینجوری بذار بگم، تهش میخوام بهت بگم که آقا بذار تهش من اینجوری بذار بگم، من تهش میخوام بهت بگم که ما به جایی که بیایم روی اصل کار بکنیم به فرد چسبیدیم. اصل چیه؟ اصل درون ماه، گنجینه ما درون ماه، نوع فکر ماه، نوع بینش ماه. خب من هی مثالا داستانا میاد، نمیخوام داستان از موضوع جلسه هم پرت بشیم، اما میخوام بهت بگم از هنری فورد پرسیدم، گفتن که آقا ما همین الان کل دارایی تو ازت میگیریم، خب کل دارایی تو ازت میگیریم، بعد شما چجوری ظرفه؟ خب هنری فورد اگر نمیشناسی من این توضیح بدم. هنری فورد کسی بود که اولین کسی بود که ماشین فورد رو ابداع کرد و کسی بود که تو صنعت خودروسازی حرف اول رو زد و واقعا متحول کرد و جزو ثروتمندترین افراد جهان شد، یعنی تو رتبه بندی او زمان خودش شد. از این آدم سوال پرسیدن، آیه فورد اگر ما کل ثروت شما که جزو دوم یا سوم ثروتمند جهان شده بود، دومی یا سومی بود، آره اولیش دیل کارنگی بود، بعد گفتن که آقا اگر ما بیام کل ثروت رو از تو بگیریم، کل ثروتی که تا الان به دست آوردی، تو سن 50 سالگی بود، آره 50 خودی، گفتم ما بیام کل آقا ثروت رو ازت میخوایم بگیریم، آقا فورد چیکار میکنی؟ گفت هیچ، من ظرف 2 سال به همین جایی که رسیدم دوباره میرسم. خب چی میشه که این آدم اینقدر با اطمینان بگه؟ بعد اومدن اینو تحلیل کردن، بر چه اساسی هم چه حرفی زده، فهمیدن بابا این بر اساس این ذهنشه، این نگرششه، این گنجینشه، این سرمایهشه که داره همچه حرفی میزنه. سرمایه ما بیرونی، سرمایه ما درونه. دیدی بعضی وقتا میگه یه آدمی خودساخته است، یه آدمی پولداره. فرق خودساخته با پولدار توی ذهنشونه. بابا این خیلی مهمه. خواهش میکنم این جلسه رو من پیشنهاد میکنم خیلی نگاه بکنه. یعنی این جلسه اصلی ترین و بیسترین و پایه ترین جلسه تو کل این دوره است. یعنی بقیه حالا همون تکنیک هایی که خیلی خوشایند خیلی از دوستان هست رو میخوام بگم که البته اون تکنیک ها هم بد نیست، اما مادر تمام تکنیک ها این ذهن ماست، این باور ماست، این نوع شکل فکری ماست، این نوع تفکر ماست که داریم چجوری فکر میکنیم، چجوری داریم به جریان افکارمون جهت میدیم. چون این جریان افکار همش دوباره به شکل اتفاق برمیگرده به سمت خود ما. اگر این جریان اتفاق رو ما نتونیم جریان فکر رو اگر ما نتونیم کنترلش بکنیم، 100% زندگی از دست ما خارج میشه. و دیدیم وقتی که یک آدمی که خیلی ناراحت بوده تاش منجر به عصبانیت شده و تاش منجر به این شده که یک قتل کرده و قتل رو انجام داده. پس این جریان فکری رو باید 100% روش کنترل داشته باشین. وقتی که شما تو محل کارت هستی، وقتی که داری فکر میکنی، به فکر کن که الان دارم به چی فکر میکنم.
فکر کن که داری به چی فکر میکنی. به این که بازار خرابه، به این که مشتری نیست، به این که شرایطی که هر روز سخت‌تر میشه. این یک نوع فکره. نوع فکر بعدی اینی که نه، هم چیزی نیست. اگر یه آدمی توی کار داره خوب پول در میاره که من دارم میبینم، منم میتونم. هیچ فرقی بین من و اون نیست. بچه‌ها یه چیزی میخوام بهتون بگم، این یه خطی نبوده که ما آدما بخواد مثلا مغزام رو اون سوار بشه که خدا بخواد به یکی آمپول بزنه بگه خب تو میدونم مغز پول سازتر داشته باش، تو خنگ‌تر باش. نوع استفاده از این مغز است که ما رو از دیگران متمایزتر میکنه. پس میخوام جریان فکر رو کنترل بکنی، به جایی که بچسبی به جریان منفی و جریانی که 90% همه درگیرش هستن، تو بچسب به جریان 10% که موفق هستن. جریان 10% که هم موفق هستن یه چیز بیشتر نیست، اونم اینی که چیکار بکنم پول رو پول بذارم، چیکار بکنم که این چرخه درآمدی من چرخش تندتر بشه و همزمان باهاش این درآمدم هم بیشتر بشه. روی این فکر کنید که چی کار بکنید که مشتریتون بیشتر بشه، مشتری هر روز براتون بیشتر بشه. چه ایده‌ای میتونید داشته باشین، چه کار میتونین بکنین، چه کاری که تا حالا نکردین و باید انجام بدین، چه آگهی باید بزنین، چه نوع رفتاری باید بکنین. من میخوام بهتون بگم آقا فکر متفاوت داشته باشین و به این فکرتون جریان بدین و همون جور که گفتم باور در خودت ایجاد بکنی. حالا من میخوام بهت چند تا باور بدم. باوری که تو کار خیلی بهت کمک میکنه اینی که آقا ذهن من یک ذهن فوق‌العاده پولسازیه، چون من تو کاری هستم که درآمدهای سرشاری رو دیگران تونستن تجربه کنن، پس منم میتونم، چون همون ذهنو که اونا دارن منم دارم. این یه باوره. باورهای زیادی میتونید تو خودتون ایجاد کنید، اما میخوام ازتون باورهایی ایجاد بکنید که 100% بتونید اونو باورش کنید. من زمانی که اومدم توی این کار گفتم که یه باوری که بخوام ایجاد کنم درآمد 3 برابریه. گفتم که درآمد قبلی من چقدر بوده؟ درآمد قبلی من 6 تومن بوده. من میخوام 3 برابرش کنم. گفتم نه، من به خاطری که به این کار آشنایی ندارم میخوام درآمدمو 2 برابر کنم. گفتم نه، گفتم بذار همین درآمدی که الان باور دارم و تو این کار تجربه بکنم، بذار یه خورده بالا پایین این کار بفهمم، بعد فکر میکنم به 2 برابر و 3 برابر کردنش. ثابتش کردم، بعد آوردم همینجوری بالا و بالا و بالاتر و کردمش 2 برابر و کردم 3 برابر و الی بالاتر. حالا نمیخوام در مورد خودم توضیح بدم، مثل بعضی هستن که میگن ما اینو داریم ما اونو داریم. من هیچ وقت نمیخوام چی کاری بکنم، هیچ وقتم تو کتم نمیرم چی کاری بکنم، چون شما احساس میکنید و حس میکنید. همون حرفی که اول بهتون زدم، حس میکنید که من دارم بهتون دروغ میگم یا حقیقت رو میگم. چون آدمی که بخواد زیاد بگی که من اینم و آنم و آنچنانم، آدم خیلی توهیه. ولی من میخوام به شما راهکاری رو بدم که توی این راهکار شما از طریق افکارتون میتونی خیلی اتفاقات رو رقم بزنید. یعنی تو آدمای بزرگی رو توی این کار داری میبینی، آدمایی که ملاکن، آدمایی که پروژه‌های گنده‌ای دارن کار میکنن و تا حالا با خودت نرفتی توی یک چالشی، با خودت تا حالا این سوال رو نکردی که آقا چرا این نوع رفتارش فرق میکنه، چرا تا این رفتار آقای فلانی داره با اون رفتار اون آدم دیگه اینقدر فرق میکنه، چرا این آدم اینقدر محکمه، چرا این آدم اینقدر این شکلی رفتار میکنه. من 2 تا حالا داستانم باز بریم که خورده فضای کارمون و فضای جلسه میگه خود، چون من داستانو خیلی دوست دارم تغییر بکنه. ما یک جلسه بود و یه آدم سرمایه گذار اومده بود از یک شهر دیگه و از تهران بود. ما چون مشهدیم، خب من مشهدم. بعد اومده بود ایشون برای جهت سرمایه گذاری پروژه خیلی سنگین توی مشهد. نفر دومی هم خب صاحب ملک بود. خب ملکش هم یه ملک قلدری بود، یه ملک قوی و ریشه داری بود. بعد این سرمایه داره
میگفتش که خب شما اگر فروشنده هستین قیمتتون رو بگین، ما بررسیامون رو سریعتر انجام بدیم، چون ما این ملک شما رو میخوایم و میخوایم یه بررسی در نهایت بکنیم و اگر اوکی باشه ما ظرف مثلا 1 تا 2 روز آینده ما اوکییم و فقط میخوایم بررسی بکنیم، وگرنه ما روی اوکییم، همین الان قراردادش رو بنویسیم. ولی ما اونجا روی بحث مثلا برنامه خودمون، منظورش بود میگم ما میخوایم بررسی برنامه آینده خودمون رو بکنیم، وگرنه که ما با همین ملک اوکییم، همین الان قراردادش هم بزنیم. صحبتش این بود که آقا سری کار انجام بدیم، من میخوام برم کار دارم. حالا مالکه چی کار میکرد؟ آره من این پروژه اونجا دست منه، این پروژه اونجا دست منه، این ملک اونجا دست منه. این قضیه ما رو چند سال پیشه. بعد طرف میخوام بهتون اینو بهتون بچه‌ها بگم، 2 تا دیدگاه، خب 2 تا دیدگاه متفاوت چقدر مشخص کننده ای که این آدم ها چه باورها و چه ذهنیت هایی دارن. بعد این سرمایه گذار تهرانی وقتی دید اینقدر داره گنده میاد جلوش، اینقدر داره چرت و پرت میگه، اینقدر داره از مسیر اصلی قرارداد و اتاق نشست دور میشه، زنگ زد به یکی از همکاراش توی تهران، گفت ببین اون ملکی که توی پونک ما صحبت کرده بودیم 800 میلیارده، اونو اوکیش کن، من اونو میخوام. و بعد گفت من اون ملکی که توی پونک هست من میخوام و عدد گفتم عددش خیلی عدد سنگینی بود و اون طرف دست و پاشو جمع کرد. خب میخوام اینو بهت بگم که وقتی که آدما یک ذهنیت بزرگی دارن، خب توی رفتارشون، توی نوع سبک صحبت کردنشون خیلی مشخصه و اونو آدمای دور و برشون هم اونو میفهمن و همون جور اونها هم به اون رابطه احترام میذارن، اونها هم همین جور به رفتار اون رفتار نشون میدن. میخوام بهت بگم که وقتی که تو از درون غنی باشی، وقتی که تو از درون فکر جوری باشی که به خودت 100% اطمینان داشته باشی، ایمان داشته باشی، همون اطمینان و همون ایمان رو از درون به بیرون میدی، به طرف انتشارش میدی و طرف اینو حس میکنه و اون حس رو درک میکنه. آقا من میخوام اینو بهت بگم قربونت، هیچ چیز توی دنیا مصنوعی نیست، هیچ چیز توی دنیا خب این شکلی نیست که مثلا غیر واقعی باشه بعد بخواد واقعیت پیدا کنه. اینی که تو بخوای ذهنتو بذاری روی اینی که من میخوام اینو بهت بگم، کاش این جلسه رو خیلی نگاه بکنیم و کاش چی، اصلا من میخوام این جلسه رو، این تمرینته آقا، من میخوام توی هر جلسه یه تمرین بهت بدم. تمرین این جلسه هم اینه که حداقل این جلسه رو 10 بار نگاه کنی. من اصلا میگم 100 بار نگاه کن، هر دفعهش 1 بار واسه تو یه مفهوم جدید داره. من برای فهمیدن این داستان خب من این قضیه رو که میدونستم خب، اما به خاطر که این قضیه رو بخوام خیلی بهتر درک کنم ساعتها این قضیه رو برای خودم تکرار میکردم. ساعتها چیه؟ سالها. پس این خیلی مهمه. فکر نکن مثلا خب الان من این جلسه رو نگاه کردم و این حرفا رو شنیدم و اوکی فردا برم به چک کنم، چون انقدر این ذهن تو درگیر مسائل منفی شده، مسائل بیراه شده، خب نمیتونی ببریش روی مسائل اصلی. اما با تمرین کردن اتفاق میفته. اینی که باور کنی آقا جان این ذهن منه که داره نتایجم رو رقم میزنه، این نوع فکر منه، این نوع نگرش منه که داره اتفاقات بیرونم رو رقم میزنه، همین خیلی عالیه. پس تو نمیتونی با کسی صادق باشی تا زمانی که در درون صادق نباشی. تو نمیتونی به کسی ابراز لطف بکنی تا زمانی که به خود ابراز لطف نکرده باشی. میخوام بهت بگم هر چیزی که از درون بیاد بیرون، از بیرون حس میشه، نه اون چیزی که فقط بیرونی باشه، نه اون چیزی که به قول گفتنی لب و دهن باشه، نه اون چیزی که مثلا من همچی کاری بکنم، همچی جستی رو بگیرم، همچی تیپی رو بگیرم، نمیدونم بادی لنگویج داشته باشم که دیگه میخوام بهت. من هیچ زمان نرفتم و نمیرم سمت بادی لنگویج، زبان بدن. یعنی چی زبان بدن؟ من میخوام زبان بدن یاد بگیرم که چی بشه؟ زبان بدن یاد بگیرم که مثلا بتونم طرفمو پیش بینی بکنم،
که بتونم قضاوتش بکنم. من اون پست قضاوت رو گذاشتم توی صفحه، شما نمیدونم نگاه کردی یا نه. که نگاه کردی، اگه هم نگاه نکردی برای یادآوری دوباره برو نگاه کن. آقا چرا ما دیگران قضاوت میکنیم؟ چرا ما به خودمون اجازه میدیم که مثلا بگیم این آقا خریداره، این آقا خریدار نیست، این مالک فروشنده است، این مالک فروشنده نیست؟ تک تک این قضاوت های ما میدونستی تأثیر بسزایی توی درآمد ما داره؟ چرا رو درآمد ما داره؟ چون به خاطری که فعالیت ما کمتر میشه، به خاطر اینی که ما میایم بر اساس قضاوت هامون همونقدر هم خدمات و سرویس هایی که باید بدیم و نمیدیم، کمترش میکنیم. چرا میگم کمترش میکنیم؟ چون به خاطری که اکثر قضاوت های ما قضاوت های اشتباهیه. چرا قضاوت هامون اشتباهه؟ به خاطری که 100% نگاه ما به تمام مسائل منفیه. چرا منفیه؟ چون از اول ما همه چیزو منفی فهمیدیم. چون به خاطری که زمانی که وقتی مادرمون میخواست ما رو بدرقه کنه که بریم مدرسه، میگو مواظب باش ها، آقای اومد فلان نکنی ها، نمیدونم ماشین بهت نزنه، چرا دیر اومدی، فکر کردم اتفاقی واسط افتاده. یا وقتی که اخبار رو نگاه میکنیم، همیشه اخبار ذاتش منفی بوده. پس یه نکته دیگه هم میخوام بهت بگم، اخبار رو بذار کنار. اگر اخبار نگاه میکنی، خدا شاهده، با خودت 2-4 تا کن، به کجا رسوندتت؟ میخوام اطلاع داشته باشم از قیمت دلار، میخوام اطلاع داشته باشم از قیمت سکه آغاز رنگه. شما که اطلاع داشتی چی گلی به سر خودت زدی؟ اطلاع داشته باش، من نمیگم اطلاع نداشته باش، اما در جهت درست اطلاع داشته باش. نگاه، من چون میدونم، باور دارم که تمام انسان‌ها مخصوصا توی ایران، البته تو کل دنیا این شکل هست، ولی به خاطر که توی ایران خب به خاطر یه سری تعصبات و یه سری افکارهای اشتباه همشون ذهنشون منفیه، بنابراین باور دارم که ذهن شما سراسر همش نکات منفیه. اما این ذهن رو منم داشتم و دارم خوبش میکنم، پس شما هم میتونی. پس اگر تو باور کنی که آقا این ذهن منه که داره بابا همه اتفاقات رو رقم میزنه، شروع میکنی به تغییر تفکرت. اگر من همین الان به تو بگم که آقا من تضمین میکنم، تضمینی که کردم تضمین حقیقیه، من نگاه کن، من ظرف کمتر از 6 ماه به اون عددی که خواستم رسیدم و اصلا این طبیعیه برای من این نکته بچه‌ها یه جالب بهتون بگم، ای از داستانم اینا، البته اینا خب من یک چیز دیگه هم هست به اسم شهود. من شهود خیلی قبول دارم و هر چیزی که شهودم بگه انجام میدم. شهود همون الهامات. خب به خاطر همین هی گریز میزنم و اینا. میخوام، من اصلا کلا سبکم همینه، من این شکلی حال میکنم با شما رفاقت بکنم، این شکلی دوست دارم که تدریس بکنم. تدریس چیه؟ با هم دیگه صحبت کنیم. چون حسم انقدر یه حس غنی نیست، اون حس رو الان تو میتونی اونجایی که داری اینو نگاه میکنی، منو داری میبینی، درک بکنی. پس امیدوارم که از این چیزایی که میگم لذت ببری. داشتم گفتم که آره، من اون عددی که به شما گفتم 100 میلیون، اگر من به تو بگم آقا من همین الان به تو تضمین میکنم این ذهنیت رو تغییر بده و اون چیزی که من میگم رو انجام بده، ظرف 6 ماه به 100 میلیون و حتی بیشتر میرسی، چی میگی؟ حداقل 100 میلیون ها. خیلی عددهای بیشتری هست، فقط کافی باور تا عوض بکنی. من در کمتر از 6 ماه بهش رسیدم، چون اینقدر باورم غنی بود که آقا 100 میلیون، خب 100 میلیون مگه چیه؟ همین الان من به تو 100 میلیون بدم، میخوای چیکار کنی؟ تهش میتونی یه پراید بخری. تازه اگر بتونی پراید بخری، باید یه پولی هم بذاری روش که بتونی پراید رو بخری. جز اینه؟ یا که بذاری رو پیش خونت، یا که پسندازی بکنی، خونه آخرش پسندازه، یا که بری یک زمینی تو حومه شهر یا ایور اوور بخری. پس تاش چیزی دست رو نمیگیره. یعنی منظور تاش چیزی دست رو نمیگیره یعنی تاش چیزی نیست که مثلا میگه خب من این سرمایه گذاری رو کردم، این تومن هر ماه دارم از این سرمایه گذاری دریافت میکنم و این تومن هم داره روی سرمایه هم میاد. درسته، خب زمینه، ولی حومه شهر کجا، داخل شهر کجا؟ پس انقدر 100 میلیون عدد بزرگی نیست بچه‌ها. و اینی که من میگم 6 ماه خیلی راحت‌تر و زودتر به دست میاری. فقط میخوام بهت بگم آقا این ذهنتو کنترلش کن، تمرکز کن روی چیزهایی که بهت میگم، روی چیزهایی که آقا سیستمش این شکلیه. هر اون چیزی که تو رو محدود میکنه رو شناسایی کن. هر چیزی، فرضاً من خوب نمیتونم سرویس بدم،
من خوب تبلیغ نمیتونم بدم، من خوب با مشتری نمیتونم ارتباط برقرار کنم، من خوب قرارداد نمیزنم، من خوب درآمد ندارم. هر چیزی که تو رو ضعیف کرده، خب اینا رو همه رو بنویس و متقابلش بیا بنویس. یعنی هر چیزی که اینجا نوشته که تو رو ضعیف میکنه، متقابلش بیا بنویس این چیه که من بیام جایگزین اون بکنم که منو قوی تر بکنه. هر چیزی که تو رو محدود میکنه رو آقا بنویس و هر چیزی که تو رو قوی تر میکنه رو بیا مقابلش بنویس. اگر در مورد درآمده که آقا من نمیتونم به این تومن درآمد برسم، بیا مقابلش بنویس من میتونم به این تومن درآمد برسم و اینو باورش کن. و باور کردن این شکلی نیست که خب حالا خب من از فردا برم سر کار دیگه، از فردا شروع کنم به اینی که من باور کردم که میتونم این عدد رو. باورم این شکلی نیست که تو دیگه از فردا بری سر کار بگی خب خیلی خب حالا آی صادقی همچه حرفی زد و من فردا برم چه ذهنیتی داشته باشم و دیگه اوه میخوام 100 میلیون رو تو همین یه ماه اول دش بکنم. اصلا هم چیزی نیست. باید شما اینو باورش بکنی. تو اصلا حس میکنی که اون 100 میلیون رو داری. تو هر وقت تونستی که الان حس بکنی که آقا این 100 میلیون الان تو حساب منه، هر وقت تونستی که باور بزن راحت بهت بگم، هر وقت تونستی که بفهمی که آقا این 100 میلیون الان اومده تو حسابت، ریاکشن و واکنشت همینه، هیچ واکنش دیگه ای نداری. بعضی وقتا خانم من میگه چقدر تو بی تفاوتی به مسائل. میگم بی تفاوت نیستم. من این چیزی که الان تو داری میبینی که من باید در موردش سوق کنم، من اینو خیلی وقت پیش به دست آوردم، تو ذهنم به دست آوردم و باورش کردم و اون خیلی تو بازه کوتاه برام اتفاق میفته. فرضاً یه ماشینی بود که ما داشتیم بهش توجه میکردیم و خانمم گفت خب الان اینو ما بگیریم چیکارش بکنیم؟ گفتم اگر اینو بگیرم من با همین ماشین سابقی که الان دارم هیچ فرقی نمیکنه واکنشم، چون طبیعیه بابا، کلی ثروت توی دنیاست، خیلی آدمای ثروت و خوبی کار ما اینه که ما با آدمای گنده سر و کار داریم، با اعداد گنده سر و کار داریم. بنابراین این اعداد برای ما خیلی قابل فهم تره، قابل درک تره. قابل درک تره به خاطر چی؟ به خاطر که داریم میبینیم این سری آدما دارن. پس وقتی که تو میبینی یک کسی یک کاری رو کرده، این ذهن باور میکنه که آقا این عدد بود منم میتونم به دست بیارم. پس باور این شکلیه که عزیز دل من، وقتی که تو این ذهنیت رو میخوای ایجاد بکنی که درآمد اون نقطه منفیه که بهت گفتم، وقتی درآمدت کمه، من نمیتونم درآمد بالایی داشته باشم، بخوای یه ذهنیت ایجاد کنی که نه درآمد من میتونه بیشتر باشه و من توانایی و لیاقت رو دارم که بتونم این کار انجام بدم، باید نکته اینجا رو خیلی توجه کن، باید تمام توجه تو بذاری رو افزایش درآمد، رو کسب درآمد، نه اینی که اوضاع خرابه، بازار خرابه. تو این حرفای من رو میشنوی، درک میکنی، قبول میکنی. بچه ها من اینجا خیلی اشتباه دادم روی قضیه. من زمانی که این داستان رو فهمیدم، این مکانیزم رو فهمیدم، میومدم چه کار میکردم؟ میومدم میگفتم خب اینو حالا من فهمیدم، به به چقدر حرف درستیه. من میومدم از فرداش ذهنمو میذاشتم روی مسائل منفی، روی مسائلی که مثلا توی روزنامه و توی اخبار و توی حرفای دیگران داشتم میشنیدم و فهمیدم بابا نمیشه که فرضاً تو از این ور بخوای گاز بدی، از این ور بخوای این ترمز دستی رو بکشی بالا. تو باید ترمز دستی رو خلاص بکنی و پاتو آروم آروم بذاری رو گاز، ماشین خودش حرکت میکنه و کم کم شروع میکنی به سبقت گرفتن. داستان ما هم همینه. شما باید شروع بکنی این ترمز دستی تو بیاری پایین و کم کم پاتو بذاری روی گاز و کم کم این گاز رو بیشتر فشار بدی و بعد شروع کنی به سبقت گرفتن. درآمد هم همین شکلیه. وقتی میخوای درآمد افزایش پیدا بکنه، این ترمز دستیه که هست تو ذهنت، اوضاع خرابه، بازار بده، دلار داره میره بالا، سکه قیمتش داره تغییر میکنه، هزار تا فکر منفی، نمیدونم بغلیم به اینجا رسید من نرسیدم، اینا رو بکش پایین. خب به جاش اینو بیار بالا، پدال گازه رو، پدال گازه‌ای که آقا اگر این رسیده منم میتونم برسم. بچه‌ها هیچ وقت برای رسیدن به هیچ چیزی دیر نیست. خب آقای ریکراک کسی بود که تو سن 50 خورده سال خب اومد مکدونالد رو مکدونالد کرد. خیلی بریم توی این قضایا
زمان بذاریم، به جایی که برین نمیدونم طلا و بورس و دلار و اینا رو رصد کنید، برین اینا رو رصد کنید. نگاه، من اینا رو بر چی دارم میگم؟ چون به خاطر ذهنیت‌های منفی که ما به نسبت اینا نداریم، به نسبت تورم، به نسبت حرفای دیگران، هر وقت هم نریم به سمت طلا و دلار چک کردن، خب ما همچین ذهنیتی پیدا میکنیم، اوه من نمیرسم، این میاد تو ذهن ما و این اشتباه ترین و سمی ترین کاری که ما میتونیم در حق خودمون بکنیم. پس به جایی که زمان بذاریم، همون نکات مثبتی گفتم توجه کن، به جایی که نکات مثبت رو، به جایی که بیایم زمانمون بذاریم و به مسائل منفی توجه کنیم، بیایم زمان بذاریم و به مسائل مثبت توجه کنیم. داشتم میگفتم آقای رکی تو سن 50 خردی سال به یک ثروتی رسید در حد جهانی. اون چیه؟ سنگ هاندرز کی بود؟ کسی بود که آقا ایشون اومد KFC رو ابداع کرد. KFC چیه؟ KFC مرغ کنتاکیه. سنگ هاندرز تو سن 60 خورده سال با 2 سال زمان گذاشتن، چقدر قشنگه، 2 سال زمان گذاشت، 2 سال خب هلوش 1000 خورده رستوران رفت، چون سنگ هاندرز یه مرغی رو میپخت و این مرغ که الان ما به مرغ کنتاکی میشناسیم که ایشون مؤسسش بود، توی مرغ یه پودری میزد و این پودره خیلی خوشایند خانوادهش بود. یه بار اعضای خانواده بودن تو که همچی ابداعی داری چرا نمیری اینو انتشارش بدی. ایشون یه استیشن داشت، 2 سال به مدت مداوم تمام ایالت‌های آمریکا رو رفت و به 1000 خورده رستوران این دستور پختش رو ارائه داد و عین 1000 خورده‌ای ردش کردن و یکی از اینا آیا سنگ هاندرز رو قبول کرد و شد KFC که الان ما داریم به اسم کنتاکی استفاده میکنیم ازش. تو سن 60 خورده‌ای ها، بازنشسته بود ها. یعنی فکر نکنید که الان دیر شده و نمیرسیم و فقط این ذهنتو درست بکن، خب به همه چی میرسی. پس ازت میخوام که ذهنتو بیای درسکاری بکنی، بیای تمرکز کنی، بیای کنترلش بکنی، بیای این فرمون ذهنتو بگیری، خب به هر جایی که خواستی هدایتش بکنی، تو بشینی پشت رول، نه اینی که افکارت بشینه، نه اینی که دیگران بشینه. بابا تکلیف تو برای یه بار برای خود مشخص کن. میخوای به اون چیزی که میخوای برسی، میخوای دیگه حسرت نخوری، پس این ذهن تو بیا درست کن، بیا این سیستم باوری تو درست کن. هر اون چیزی که باعث میشه این باور در تو بیشتر قوی بشه برو به سمتش. دیدن فیلم، دیدن نمیدونم یک زندگی نامه است، هر چیزی. و یادت نره که هر روز مدام و مرتب با خودت این نکات رو تکرار کنی که آقا من ذهنی دارم که توی این کار خیلی میتونم ازش پول بسازم، من توانایی دارم که خیلی ارزشمندم، من قدرت کلام فوق‌العاده‌ای دارم، بابا من شخصیتی دارم اصلا که هر مشتری میاد سمت من میگه آقا فقط تو برای من ملک بخر. من شخصیتی دارم که وقتی به هر فروشنده‌ای که زنگ میزنم جذب من میشه، عاشق من میشه. من توی این کار اطمینان دارم که 100% موفق میشم، چون کاری نداره موفق شدن. و برای خود مثال بیار و سعی کن توی این مسیر حرکت کنی، نه اینکه اینا رو تو از صبح با خودت میگی و بعد ظهرش فراموش میکنی و دوباره درگیر مسائل اخبار و اقتصاد و روزنامه و حرفای بغلی و ایجوری و یا میری تو جو خانواده. من به مدت الان هم اتفاق هست، من اوایل که این قضیه رو فهمیدم، خب بچه‌ها به مدت 1 سال توی هیچ جمعی نرفتم و الان به مدت 5 سال هر جایی نمیرم به خاطر این چرت و پرت ها رو نشنوم و توی این 5 سال خیلی از حرفا رو نشنیدم و من 5 سال توجه چیه؟ توجه باعث ایجاد باور در ذهن ما میشه. باور ما از توجه ما به وجود میاد. توجه ما توسط دیدن ما، توسط شنیدن ما، توسط صحبت کردن ما شکل میگیره. پس توجه کن که داری به چی توجه میکنی، در طی روز داری چی رو میبینی، در طی روز داری به چه حرفی داری زمان میدی و واسش زمان میذاری، در طی روز در مورد چی دیالوگ هایی داری زمان میذاری و باش همراه میشی. اینا خیلی مهمه.
اینا همش باعث میشه تو کار املاک شما بهتر کنی، تو کار املاک چه تو هر کاری. اما کار املاک گفتم پتانسیل درآمدی خیلی خوبی داره. پس ما توی این جلسه صحبتی که کردیم در مورد این بود که آقا بیاین روی باوراتون کار کنید و در عینی که وقتی که دارین روی باوراتون کار میکنید توی همون مسیر، توی همون جهت حرکت بکنید و اینی که فکر کنی باید تکنیک خاصی داشته باشی که نمیدونم یه کاریزمای عجیب و غریبی داشته باشی، این نیست. تکنیکی در کار نیست، همش سیستم باوره. باور وقتی که داشته باشی به یک مسئله ای تو 100% تو اون مسئله موفق میشی. و اینی که کاریزما پیدا بکنی، زمانی تو کاریزما پیدا میکنی که این باور کاریزما رو در ذهنت ایجاد بکنی که آقا من آدمی هستم که خیلی جذابم، من آدمی هستم که خیلی آدم صادقیم و اینم باید در عمل نشون بدی. من آدمی هستم که خیلی آدمی هستم، من آدمی هستم که خیلی آدمی چی شد، من آدمی هستم که خیلی به نکات خوب توجه میکنم. و اون تمرینی که بهت گفتم سعی کن هر روز به نکات خوب کار و مسائل زندگی توجه کنی تا این تبدیل به عادتت بشه. و در نهایت من جلسه رو اینجا خیلی صحبت هنوز هست، خیلی داستان است که بخوام براتون بگم، اما انشالله سعی میکنم تو پرسش و پاسخ و اونجا پاسخ اگر خواستین بهتون بدم. و در نهایت این جلسه رو چند بار نگاه بکنید، گفتم چند بار نگاه بکنید و امیدوارم که واقعا قبول کنید، این خیلی مهمه، قبول کنید که آقا این ذهن ما داره اتفاقات رو رقم میزنه و باور کنید که اگر ذهن درست نباشه تو هیچ وقت به هیچ جایی نمیرسی. بچه‌ها با کفش پاره کردن هیچ کس به هیچ جا نرسیده. این مثالش واقعا مثال درستی که اگر قرار بود به تلاش فیزیکی باشه کارگرای سرگذر خیلی با موفق تر بودن، کارگرای معادن خیلی با موفق تر بودن. پس یه چیز دیگه است، این ذهنی که داره اتفاقات رو رقم میزنه، ذهن که باورای ما رو داره ایجاد میکنه، که باورای ما توسط توجه ما داره رقم میخوره، شکل میگیره، به وجود میان. پس توجه تو درست کن. وقتی میری پیش مشتری به نکات خوبش توجه کن، سعی کن تو کارت به درآمد توجه کنی. مثال اون 2 نفر رو من زدم، سعی نکن به چرت و پرت، به اینکه بری تکنیکی یاد بگیری که نمیدونم این کارو بکنم اون کارو کنم، بادی لنگویج یاد بگیرم. نه، تو به درآمد فکر کن و باورهای درآمدزاد خود ایجاد کن. درست شد؟ و اینی که مثلا من میگم آراسته نباشی، نه، آراسته باشین، بهترین تیپتون رو بزنید، بهترین نوع پوششتون رو داشته باشین، اما اینو باور کنید که آقا این ذهن منه که داره اتفاقات رو رقم میزنه. تا این جلسه میخواستم همین رو بگم که گفتم و خودم هم راحت کردم و بسیار 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 لذت بردم از اینی که این جلسه رو برای شما با تمام وجودم براش زمان گذاشتم و قرار بودی جلسه 2 ساعت باشه، اما خب من حسم میگه همینقدر کافیه، چون بیشتر از این دیگه نیازی نیست. نکاتی که باید گفته میشد تو این جلسه من گفتم. فقط ازتون میخوام که این نکات رو قبول کنین و باور کنین و باور بکنید که آقا من 8 سال دارم زمان میذارم، 8 سال این حرفایی نیست که بخوام مثلا یه کتابی الان خونده باشم بخوام اینا رو جلو دوربین گفته باشم. نه قربونه، من داستانهای زندگی آدمای خیلی پولداری که اصلا بی نهایت هستن رو خوندم، آدمای گندی که باشون سر و کار داشتم، آدمایی بودن که یک بند انگشتشون یه سرمایه گذاری که کردن 25,000 میلیارد بوده و این آدم چیزی نبود جز اینی که فکرش بود. یعنی این فکر بود که واسش اون رقم زده بود. گرفتی منظورمو؟ پس فکر نکنی که مثلا ما یه جلسه رو گذاشتیم و یه سری حرفایی زدیم و تو بشنوی و به به و چهچه کنی. تو با یک واقعیت طرف شدی. حالا این واقعیت رو اگر قبول کنی و انجام بدی و البته باید تغییر بکنی، خیلی اتفاقات تو زندگیت میفته. اما اگر این واقعیت رو بخوای کنارش رد بشی و فقط تاییدش بکنی، هیچ اتفاقی واسط نمیفته و اون 100 میلیون که
صدها میلیون میتونی از این صحبتایی که کردم تو پول به دست بیاری، چون ایناها فرمولی که من از خیلی از آدمای گنده یاد گرفتم که پول در آوردم و پول دارن در میارن، استفاده کردم و پول در آوردم و دارم اونم به تو میگم. من 100 میلیون حداقل گفتم. 100 میلیون مثل 1000 تومانی کنار جیب اوناست، اونم نیست. پس فکر نکن خیلی چیز عجیب و غریبیه 100 میلیون. بیشتر از 100 میلیون در میاری. فقط اینو تغییرش بده. خب و بعد ببین چی کار که تو نمیتونی بکنی. و در آخر میخوام که در مورد هر جلسه‌ای که ضبط میکنم حتما برای من یک ویدیو بفرستی. من وایس نمیخوام، من ویدیو میخوام به خاطر اینکه من اعتقاد دارم با آدم‌هایی که تو این دوره سر و کار دارم، آدم‌های خیلی قوی هستن که اومدن توی دوره و آدم‌هایی که توی دوره شرکت کردن خیلی تعداد آدم‌های نازنینی هستن. یعنی تعداد آدم‌هایی هستن که هم فکر با من هستن، چون هیچ چیزی اول گفتم اتفاقی نیست. 100% تو مثل من فکر کردی که اینجا داری حرفای منو میشنوی و اونی که نیست هم فکر من نیست. پس ازت میخوام برای تمرین همین جلسه هم که شده این جلسه رو چند بار گوش کنی و بعد حس و احساسی که از این جلسه پیدا کردی و نظری که داری برای من به صورت تشریح جلو دوربین و بگی که بعد از این جلسه چه حسی رو به دست آوردی. چون من میخوام اینو توی پیج بذارم و بقیه دوستانم ببینم و سعی بکنیم که این نوع تفکر اشتباه رو عوض کنیم. البته ما در این قضیه مسئول نیستیم، هر کسی مسئول اعمال خودشه، اما به نوبه خودمون یک حق انسانی داریم. و در آخر من لایکت میکنم بابت اینی که تا اینجا داری به فکر پیشرفتت اهمیت میدی و خوشحالم و تهش میخوام که از نتایجت بیشتر برام بگی. خیلی مخلصم و خدا رو بی نهایت شکر میکنم بابت اینی که این حس خوب رو با تو به اشتراک گذاشتم و این مفاهیم 8 سال بچه های چیز دیگه هم بهتون بگم ته حرف قول میدم تمامش کنم. من این نکات رو بیشتر از 100 میلیون بابتش هزینه کردم که یاد گرفتم. خب این دوره خیلی دوره قویه. این دوره سری بعدی بخواد تکرار بشه، یعنی همین مفاهیم، یعنی همین که الان من جلو شما هستم، یعنی همین فایلی که الان دست شما هست، تو دوره بعدی که بخواد تولید بشه، تو دوره بعدی که بخواد عرضه بشه، این مبلغ دیگه نیست. اینو گفتم از این جهت که قدرشو بدونی. فکر نکن 270 تومن داری. 270 تومن گفتم بدی که فقط وارد دوره بشی که من یه رفیق مثل تو پیدا کنم، وگرنه خودت میدونی این مبالغ نه برای من چیزی نه برای تو. فقط خواستم جهت آشنایی با تو بیشتر زمان بگذارم و در آخر خدا رو شکر میکنم و امیدوارم که به حرفای من عمل کنی و در تهش از نتایج مالی برام بگی. خیلی مخلصم.